کنم بعد یکم سریع‌تر صحبت کنم. من دیروز بعد از خیلی مدت داشتم بازی میکردم توی گوشی و هی سر صدا میکردم و یه لحظه داشتم با خودم فکر میکردم که شاید مثلا خنده‌دار باشه که کسی از بیرون ببینه این واکنش‌های منو. بعدش با خودم فکر کردم که خب مگه گیمرها چیکار میکنن یا این کسایی که ریاکت میرن خب همین کار میکنن دیگه. من که همیشه دوست داشتم این کار انجام بدم. بعد دیروز انگار با خودم فکر کردم که همین جوری خودم دوست دارم که این کار رو انجام بدم. اینطوری شد که الان دارم این ویدیو رو میگیرم. من برای این تابستون خیلی توی ذهنم برنامه داشتم. یه کاری رو دارم یاد میگیرم و میخواستم که خیلی جدی‌تر پیگیرش باشم و انجامش بدم. میخواستم ورزش کنم، حتی باشگاه برم، میخواستم استخر برم، میخواستم نقاشی بکشم. میخواستم خیلی نقاشی بکشم چون از آخرین باری که نقاشی کشیدم 1 سال میگذره و خیلی برام ناراحت کننده است. اما الان 2 ماه از تابستون گذشته و باز دوباره هیچ کاری نکردم. الانم که بعد 2-3 روز دیگه برگردم خوابگاه واسه امتحانا و گریه واقعی واسه اون موقع است. نظرم من خودم جنوب زندگی میکنم اما دانشگاهم شماله. این 1-2 روز بعد چمدون جمع کنم و آماده بشم واسه امتحانا. فردا دارم برمیگردم شمال، برم خوابگاه و چمدون در بیارم، وسیله جمع کنم. الانم که برق رفته و هیچ کار دیگه نمیشه کرد. روز پشت هم امتحان داشتم، خیلی خسته شدم. دارم میرم یکم الان بچرخم توی بازار و اینا، یکم حال و هوام عوض بشه.